تا حالا به این فکر کردین که توی اپلیکیشن مورد علاقتون اون فیچری که خیلی دوستش دارین رو کی اضافه کرده؟ یا اون فیچری که اصلا دوستش نداری و خیلی رو مختونه رو کی حذف میکنه؟ جواب معمولا یه نفره، مدیر محصول. مدیر محصول که یکی از اساسی ترین نقش ها توی دنیای تکنولوژیه و البته که یکی از نقش هاییه که خیلی بد فهمیده شده. امروز میخوایم با هم دیگه ببینیم که توی کتاب اینسپایرد مدیر محصول چی تعریف میشه و توی دنیای واقعی به چی تبدیل میشه. پس با من همراه باشید. سلام، من سارا هستم و توی این ویدیو قرار با هم دیگه در مورد اینکه کلا نقش پروداکت منیجر چی هستش صحبت بکنیم. من توی این سری ویدیوها مفاهیم اصلی که به عنوان یک پروداکت منیجر باید باهاش آشنا باشین رو باهاتون به اشتراک میذارم. اول بهتون بگم که منم مثل شما توی مسیر یادگیری هستم و تصمیم گرفتم که همه اون چیزی که با خوندن کتاب‌ها، مصاحبه‌ها و دیدن ویدیوهای مهم حوزه پروداکت منیجر یاد میگیرم رو به رایگان با شما هم به اشتراک بذارم که شما هم بتونید اونا رو یاد بگیرین، مصاحبه شغلی بگیرین و شغل مورد علاقتون رو بگیرین یا حتی توی شغلی که هستین پیشرفت بکنین. توی این ویدیو هم سعی کردم توضیح بدم براتون که پروداکت منیجر به صورت ایدئال چی تعریف شده و برای اینکه این تعریف رو به شما انتقال بدم کتاب اینسپایرد از مارتی کیگن رو مطالعه کردم. توی این ویدیو هم میخوام تعریف اصلی پروداکت منیجر رو از زبان کتاب اینسپایرد از آقای مارتی کیگن با شما در میون بذارم. برای آماده کردن این ویدیو هم من کتاب اینسپایرد از آقای مارتی کیگن رو مطالعه کردم که یکی از بهترین کتاب‌هایی هستش که پروداکت منیجر باید بخونه و باهاش آشنایی داشته باشه و ازش استفاده بکنه. آقای مارتی کیگن یکی از بهترین‌های حوزه محصول هستش، دعای خیلی خوبی کار کرده و تجربیات خیلی خوبی داره و کتاب اینسپایرد رو برای مدیران محصول آماده کرده که البته هر کسی میتونه ازش استفاده بکنه و الهام بگیره و توی کارش پیشرفت بکنه. توی این کتاب مثال‌های خیلی خوبی آورده شده و من بهتون توصیه میکنم که حتما این کتاب رو بخونید. من خود کتاب رو توی کانال تلگرامیم هم باهاتون به اشتراک میذارم، اونجا میتونید دانلودش کنید و مطالعه بکنید و من الان میخوام تعریفی که به صورت ایدئال برای یک پروداکت منیجر وجود داره و توی این کتاب در موردش توضیح داده شده رو باهاتون به اشتراک بذارم. خب بریم سر اصل مطلب. این جمله از آقای مارتی کیگن دقیقاً میزنه به قلب مطلب و به همون توضیح میده که اصلا چرا پروداکت منیجر به وجود اومده. میگه چی؟ میگه که محصولات خوب همینطوری یهو از آسمون نمیافتن پایین. یه نفر هست که با جنگیدن با یه عالم محدودیت فنی، محدودیت بودجه و حتی مسائل رگولاتوری و حالا اون سیاست بازی های اداری اون محصول رو به وجود میاره و در واقع اون کسی نیست غیر از مدیر محصول که ما میتونیم به عنوان قهرمان محصول هم ازش یاد بکنیم. خب سوال اصلی دقیقا همینه دیگه. حالا که ما بهش میگیم مدیر محصول، کار واقعی این مدیر محصول چیه؟ در طول روز چه کارهایی انجام میده؟ همون مدیر پروژه است که اسم شیک در بهش دادیم یا یه چیزی فراتر از اونه؟ واقعیت اینه که یه چیزی فراتر از اونه. برای اینکه جواب این سوال رو پیدا بکنیم باید از یه نقطه ایدئال شروع بکنیم و در واقع باید از چشم‌اندازی که برای این نقش در نظر گرفته شده شروع بکنیم و من برای فهمیدن اینکه مدیر محصول ایدئال کیه رفتم سراغ کتاب اینسپایرد که مثل یک کتاب راهنما برای بهترین شرکت‌های تکنولوژی دنیاست. خب این کتاب برای تعریف شغل مدیر محصول یه چشم‌انداز تعریف میکنه و از یه تفاوت خیلی مهم شروع میکنه و میاد میگه که تفاوت اصلی برای اینکه بدونیم که یه مدیر محصول ایدئال چیه اینه که شما مأمور هستید یا یک مزدور هستید و اینو اینطوری تعریف میکنه. میاد میگه که مزدورها، حالا ما اینجا ترجمه میکنیم به مزدور چون ترجمه بهتری براش پیدا نکردم. میاد میگه که مزدورها آدمای کاربلدی هستن و توی این شکی نیست، ولی مثل یه سرباز اجیر شدن که هر چیزی که بهشون داده میشه رو انجام بدن. اما مامورا یه تفاوت خیلی اصلی دارن و اونم اینه که اونا واقعاً چشمانداز شرکت و چشمانداز محصول براشون مهمه، میرن دنبالش که ببینن که اون چشماندازه چیه و واقعاً میخوان که یک مشکلی رو حل بکنن.
این تفاوت اصلی بین مأمور بودن و مزدور بودن و تعریف اصلی یک مدیر محصول ایدئال هستش. و در واقع میاد میگه که یک پروداکت منیجر ایدئال یک مأمور ایدئاله که فقط فیچر ارائه نمیده، در واقع میاد و بررسی میکنه و مشکل حل میکنه. و الان سوال اینجاست که اگر یه مدیر محصول فقط دستور نمیگیره، پس در طول روز چه کاری انجام میده؟ شغل اصلی مدیر محصول و اون کاری که در طول روز باید خیلی وقت زیادی براش بذاره پروداکت دیسکاوری یا کشف محصوله. و کتاب میگه که توی ساخت محصول مسئله این نیست که یه محصولی رو درست بسازیم، مسئله اینه که ما بتونیم محصول درست رو بسازیم. پس باید مدیر محصول اینقدر خوب اون وظیفه پروداکت دیسکاوری رو انجام بده که بتونه قبل از اینکه حتی یه خط کد نوشته بشه به سخت‌ترین سوالات در مورد اون محصول جواب بده. و اون سوالات سختی که میگیم چیا هستن؟ اینکه آیا واقعا مشتری این محصول رو از ما میخره؟ اصلا مشتریای اصلی محصول ما کیا هستن؟ اصلا از لحاظ فنی ما میتونیم این محصول رو بسازیم یا محدودیت داریم؟ و بعدش باید ببینیم که اصلا در راستای ویژن و چشم‌انداز شرکت ما هست بیزنسی که ما داریم براش به عنوان مدیر محصول کار میکنیم واقعا از این محصولی که قرار بسازیم چه سودی میبره. اینجا دقیقاً یه مسئله مهم هست که ما باید خیلی حواسمون بهش باشه و اونم اینه که ما محصول نمیسازیم که فقط مشتری‌ها مشکلشون حل بشه. ما می‌خوایم غیر از اینکه مشتریامون مشکلشون حل میشه، بیزنسمون بتونه از اون محصولی که میسازیم پول در بیاره و برای بیزنسمون یه تحولی ایجاد بکنه. پس مدیر محصول برای اینکه بتونه اون فرآیند کشف و دیسکاوری رو رهبری بکنه، باید توی 4 تا حوزه متخصص بشه که این 4 تا حوزه فونداسیون اصلی کارش رو تشکیل میدن. حالا اون 4 تا حوزه چیا هستن؟ اول از همه باید مشتری رو مثل کف دستش بشناسه، یعنی بدونه که درد مشتری چیه و میخواد چه مشکلی رو از مشتری حل بکنه. دوم از همه باید داده ها رو بفهمه که بدونه که مردم دقیقاً چی کار میکنن، نه اون چیزی که به زبون میارن، چون خیلی وقتا آدما یه چیزی رو به زبون میارن ولی یه کار دیگه ای انجام میدن. پس مدیر محصول باید داده ها رو بفهمه و بتونه اینسایت خوبی از اون داده ها به دست بیاره که با استفاده از اونها تصمیم بگیره و بهترین محصول رو ارائه بده. سوم باید بیزنس رو درک بکنه و ببینه اون شرکتی که داره توش به عنوان مدیر محصول کار میکنه اصلا چطوری پول در میاره و ویژنش چیه. و چهارم به عنوان آخرین مورد باید اون صنعت و بازاری که توش داره کار میکنه رو خیلی خوب بشناسه، به خاطر اینکه هیچ محصولی توی خلا وجود نداره و حتی یه سری از مدیر محصولا صرفا جنرالیست نیستن. و باید اینا هم براتون بگم که خیلی وقتا لازمه که شما یه متخصص توی اون حوزه باشین. مثلا الان یه رولایی وجود داره مثل بلاکچین پروداکت منیجر یا AI پروداکت منیجر. اینا پروداکت منیجرایی هستن که در مورد اون حوزه خیلی خوب میدونن و میتونن نوآوری داشته باشن و شما میتونید به یک متخصص توی حوزه خاص و یک بازار خاص تبدیل بشین به عنوان یک پروداکت منیجر. کتاب اینجا یه نکته خیلی مهم که سخت‌ترین بخش کار پروداکت منیجر و مدیر محصول هست رو یادآوری میکنه و اونم این جمله هستش. میگه که یه مدیر محصول باید در عین اینکه هیچ اختیاری نداره نفوذ خیلی خوبی داشته باشه تا بتونه افراد تیمش رو لید بکنه، رهبری بکنه و اون محصول خوبی که میخواد رو بسازه. من به عنوان تجربه خودم اگر بخوام بگم، من اون دوره‌ای که به عنوان پروداکت دلیوری منیجر کار میکردم، تیم لیدم یه بار بهم گفت که تو یکی از مهمترین توانایی‌هایی که باید داشته باشی اینه که در عین حال که اتوریتی نداری بتونی کاراتو خیلی خوب جلو ببری. چون من به عنوان پروداکت دلیوری منیجر مدیر آدم‌ها نبودم ولی مدیر دلیوری بودم و باید اون رو مدیریت می‌کردم. پس باید اعتماد آدم‌ها رو جلب می‌کردم که بتونیم به سمت اون هدفی که داریم پیش بریم. و مدیر محصولم دقیقاً همینه. باید بتونه که آدم‌ها رو اعتمادشون رو جلب بکنه و رهبریشون بکنه تا به اون ویژنی که داریم و به اون ویژن محصولی که می‌خوایم برسیم. خب ما تا اینجا با استفاده از کتاب اینسپایر تعریف اصلی که برای یک پروداکت منیجر ایدئال وجود داره رو با هم دیگه مرور کردیم که یک پروداکت منیجر ایدئال باید پروداکت دیسکاوری انجام بده، باید مشتری رو بشناسه، باید دیتاها رو بفهمه، باید مارکت رو بشناسه و باید شرکت و بیزنس رو بشناسه و ببینه هدف شرکت و ویژن شرکت چیه و چطوری اصلا شرکت ما پول در میاره.
ولی اگه بخوایم ببینیم توی واقعیت چطوریه، من رفتم سراغ گزارش وضعیت مدیر محصول تو سال 2024 که پروداکت پلن اون رو منتشر کرده. من داکیومنت این گزارش رو توی کانال تلگرامیم هم براتون گذاشتم که شما هم میتونید ببینیدش و مطالعهش بکنید. ولی حالا بیایم بررسی بکنیم که اصلا پروداکت منیجر توی دنیای واقعی چطوریه. خب این نموداری که میبینید اولین تلنگر رو به ما میزنه. اومدن از مدیر محصولا پرسیدن که اون اولویت بندی و تصمیم گیری رو معمولاً چه کسی میگیره و اسم خودشون اصلا جزء چند تای اول نبوده. یعنی تصمیم گیری های اصلی رو توی دنیای واقعی مدیر عامل، مدیر ارشد محصول و مدیر ارشد رشد میگرفتن و اون مدیر محصولایی که ازشون سوال پرسیدن صرفاً اجرا کننده تصمیماتی بودن که از بالا بهشون دستور داده می شده و دقیقا همین یه اثر دومینووار وحشتناک داره. خودتون میتونید تصور بکنید وقتی که بهتون یه سری دستورات به یه سری کارها دیکته میشه، دیگه دلیل منطقی برای اینکه شما برید دنبال کشف محصول باشین وجود نداره و صرفا هزینه زمانی خیلی زیادی ازتون میگیره و شما میتونید اون زمان رو بزنید برای اینکه اون دستوراتی که بهتون داده شده رو اجرا بکنید. و دقیقا این رویکرد دستوری میاد و تیم‌ها رو به جایی میرسونه که خیلی وقتا باهاش آشناییم توی دنیای تکنولوژی و بهش میگن فیچر فکتوری یا کارخونه تولید فیچر. توی یه همچین حالتی دیگه مثلا اینکه شما یه مشکلی رو حل بکنید هدف نیست. مسئله اصلی اینه که اون فیچرهایی که بهتون میگن رو بتونید تحویل بدید. و موفقیت صرفا با این سنجیده میشه که چقدر چیز ساختیم، چند تا فیچر تحویل دادیم و اصلا نتیجه اون کاری که انجام دادیم مد نظر نیست. اینکه ببینیم حالا چقدر برای مشتریمون مفید بوده خیلی بررسی نمیشه. و همونطوری که گفتیم تیم تبدیل میشه به یه جوخه مزدور که صرفا یه لیست رو اجرا میکنن و یه چک لیستی دارن از فیچرها که اونا رو تیک میزنن و موفقیتشون با تعداد فیچرهایی که دلیور کردنه که سنجیده میشه. خب اصلا تفاوت‌ها توی عمل چیه؟ یعنی اگه ما بخوایم یه تیم خوب، یه تیم از مأمورین رو با یه تیم از مزدورین مقایسه بکنیم، تفاوت اصلیشون توی چیاست که اون تیم مأموری رو به یک تیم خوب تبدیل میکنه و ما اون رو به عنوان یک تیم خوب میشناسیم. بیایم بررسیش بکنیم و مقایسه بکنیم تیم خوب و تیم بد رو. اول از همه اگه بخوایم در مورد انگیزه صحبت بکنیم، تیم خوب تیمیه که دنبال حل مشکله و از حل مشکل انرژی میگیره. همونطور که گفتیم چشم‌انداز رو خیلی خوب میشناسه و اشتیاق داره برای رسیدن به اون چشم‌انداز و حل کردن مشکل‌ها. در برابرش تیم بعد تیمی‌ان که صرفاً یک رودمپی رو اجرا میکنن و نشستن که سر ما حقوقشون رو بگیرن و در واقع مسئلهشون حل مشکل نیستش. اگه بخوایم از لحاظ تمرکز تیم خوب و تیم بد رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، باید بگم که تیم خوب دیوونه نتیجه هستن. اونا دوست دارن که بدونن که اون فیچری که ارائه کردیم تونست میزان ریزش مثلا کاربرا رو کاهش بده یا نه، مثلا تونست تعامل کاربرا با محصول ما رو افزایش بده یا نه. اما تیمای بد در مقابلش صرفا با خروجی سنجیده میشه. همونطور که گفتیم صرفا اینکه چند تا فیچر ارائه کردیم و اصلا نتیجه کارشون رو مد نظر قرار نمیدن. تیمای بعد معمولا چرایی کارشون رو گم میکنن و مدل کارشون کلا متفاوته. توی تیمای خوب معمولا ایده هایی که دارن با یه سری پروتوتایپ های ارزون قیمت تست میشه که بتونیم بهترین ایده رو ارائه بکنیم، بهترین محصول رو ارائه بکنیم. ولی تیمای بعد معمولا درگیر جلسات طولانی هن و صرفا دارن روی یه رودمپی با هم دیگه بحث میکنن و اکثرا فرضیه هاشون غلطه. و آخرین چیزی که میتونیم بین تیم خوب و تیم بد با هم دیگه مقایسه بکنیم و خیلی هم مهمه همکاری هستش. توی تیمای خوب اون حالا تیم که وجود داره که متشکل از مهندس‌ها، دیولپرها، دیزاینرها هستش، اونا شریک نوآوری هستن. اونا از استپ اولیه که ما میریم سراغ حالا نوآوری ایجاد کردن همراهی میکنن و ایده پردازی میکنن و کمک میکنن. ولی توی تیم بعد اعضای تیم صرفاً به عنوان یک ماشین کدزنی بهشون
نگاه میشه و اونا دخیل نمیشن توی این نوآوری و اون موقعی از اون نوآوری و از اون حالا فیچری که میخوایم بدیم و از اون ایده‌ای که داریم با خبر میشن که دیگه وقت تخمین زدنه، وقت اینه که اون ایده ساخته بشه و توی همچین حالتی یه پتانسیل خیلی خوبی از نوآوری نادیده گرفته میشه. خب ما تفاوت‌های بین تیم خوب و تیم بد رو بررسی کردیم. متوجه شدیم که یک مدیر محصول الهام بخش کی هستش و چه کارهایی انجام میده، ولی واقعا چطوری میشه از یک کارخونه تولید فیچر و از فیچر فکتوری فرار کرد و رفت سمت اینکه یک مدیر محصول الهام بخش باشیم، دیسکاوری انجام بدیم، محصول رو بشناسیم، مشتری رو بشناسیم و چطوری میتونیم تبدیل بشیم به یک مأمور به جای اینکه صرفا یک مزدور باشیم، حتی اگه شرکت ما هنوز به اون بلوغ نرسیده و حتی اگه شرکت ما هنوز داره اونطوری کار میکنه. و باید بگم که کتاب اینسپایرد میگه که این شمایین که نقطه شروع اون تغییر هستین و اون تغییر از شما به عنوان مدیر محصوله که شروع میشه و نه از شرکتتون. شما باید مسئولیت اون 4 تا ستون دانشی که با هم دیگه بررسی کردیم رو به عهده بگیرین. یعنی حتی اگه بهتون گفته نشده شما باید محصول رو بشناسین، شما باید مشتریتون رو بشناسین، دیتاها رو بفهمید، بیزنستون رو بشناسین و ببینید که بیزنستون از چه راهی پول در میاره و اون مارکت و بازاری که دارین توش کار میکنید رو هم بشناسین. شما خودتون باید اون تغییر رو ایجاد بکنید. باید شروع بکنید توی تیمتون به جای اینکه اون لیست فیچر رو ارائه بدین، ویژنی که دارید و اون چشماندازی که وجود داره رو ارائه بدین و ترویج بدین و آدما رو به این سمت سوق بدین که به شما توی اون نوآوری کمک بکنن، نظر بدن، ازشون کمک بگیرین و توی هر جلسه‌ای که هستین بحث رو برگردونین سمت اینکه ما چه مشکلی رو قراره که حل بکنیم. و همه این چیزایی که گفتیم برمیگرده به یه ایده‌ای که خیلی هم معروفه و میگن که مدیر محصول مدیر عامل محصول هستش. ولی این استعاره معمولا اشتباه فهمیده میشه و وقتی میگیم که مدیر محصول مدیر عامل محصوله، به این معنی نیست که اختیار دارین، به این معنیه که مسئول هستید. شما مسئول این هستید که اطمینان پیدا بکنید اون راه حلی که ارائه میدید برای همه کار میکنه، برای مشتری کار میکنه، برای تیم بازاریابی و فروش کار میکنه، برای تیم فنیتون کار میکنه، برای تیم مالی و حقوقیتون کار میکنه. شما در واقع مالک کل اون نتیجه هستید که قرار گرفته بشه. و من میخوام که در نهایت این بحث رو با یه سوال تموم بکنم که شما در موردش فکر بکنید. میخوام که ببینید توی اون جایگاهی که هستید، توی اون نقشی که توی شرکتتون دارید، توی اصلا شرکتی که هستین، نقش خودتون رو چطوری میبینید؟ حالا با هر رولی که وجود داره، چه مدیر محصول هستین، چه دیتا آنالیست هستید، چه هر کسی با هر رولی که هستین، میخوام ببینید که خودتون رو توی چه جایگاهی میبینید. شما اون کسی هستید که لیست فیچر میگیره و اون رو اجرا میکنه، یا کسی هستید که خودتون رو توی یه مأموریت میبینید برای اینکه یک مشکل رو حل بکنید. خیلی دوست دارم که اگر که بهش فکر کردید برای منم بنویسید، هم میتونید توی کامنت ها بنویسید، هم میتونید توی قسمت مسیجینگ کانال تلگرام هم برام بنویسید، من میخونمشون، با هم دیگه میتونیم صحبت بکنیم و خیلی خوشحال میشم که اگر این ویدیو رو دیدین و دوستش داشتین حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و اگر دوست داشتین کامنت بذارین. من ویدیوهای خیلی خوب دیگه هم آماده کردم، کتابای خیلی خوبی خوندم که دوست داشتم اونا رو هم با شما شیر بکنم و به زودی باهاتون به اشتراک میذارم. خیلی خوشحالم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و منتظر ویدیوهای بعدی باشین.